زندگیم برباد شد، آبرویم رفت. داستان واقعی. شنونده های عزیز کانال افغانستان مگزین، سلام بر شما. در این برنامه داستان دختر را به خوانش میگیرم که با اشتباهات دوره نوجوانیش زندگیش را برباد می کند. این داستان پند و اندرز بسیار خوب به ویژه برای دختر خانم ها دارد، پس لطف نموده داستان را تا اخیر با دقت بشنوید. لایک و کامنت فراموشتان نشود. سلام به لالا رامش و شنونده های عزیز کانال افغانستان مگزین. مسیح ماست با کانال شما آشنا هستم. گرچه همیشه هم نمیتونم داستانهای پندآموزتان بشنوم، اما خیلی از کانال زیبای شما خوشم آمد، چون میتونه خیلی به جوانای عزیز ما کمک کنه. اما ای کاش سالها قبل آشنا میشدم و درسی از زندگی دیگران میگرفتم، زندگیم ارقم برباد نمیشد. نام مستعارم سوسن است و کابل زندگی میکنم و دختری با قد بلند و جلد سفید و چشمان درشت و موهای بلند هستم و چون چهره زیبایی داشتم همی برام درد سر شد و داستانم از زمان شروع میشه که 16 ساله بودم و صنف دهم مکتب و دختر نسبتا لایق اما بازیگوش بودم، ولی همه معلم‌ها دوستم داشتند و سرم زیاد حساب میکردند چون جرأت فوق‌العاده داشتم و اعتماد به نفس عالی. و اینجا بود که خواستگارای زیاد دنبالم می آمدن و پدرجانم مرا زیاد دوست داشت و به همگی نمی گفت و دوستایم و همسن سالایم چند تاش نامزاد بودن و موبایل داشتن و فیسبوک و همچنان زیاد قصه های عاشقانه از نامزادایشان می کردن و دل ما او می شد. بدل می گفتم کاش مرم پدرم بته به یکی و همه قصه مم قصه کنم از عشق و عاشقیایم. دوستای من می گفتن زهرا تو خود زیاد خواستگار داری، چرا یکی از آنها را نمیگیری که تو هم لذت زندگی را بفهمی؟ یکی یک بچه دوست داشته باشه و با آغوش بگیرید و ای گپا زیاد لذت داره. اما می گفتم نه، من باید درس بخونم، حال وقت است. سرم رشخند می زدن، می گفتن عجب درس خانم هستی. گرچه در دلم من واقعا می خواستم یکی را داشته باشم که مرا از عمق دل دوست داشته باشه، برام کلمه دوست دارم از زمزمه کنه. خلاصه تا یکی از خویشاوندان ما که در قریه زندگی میکردن و زندگیشان تقریبا خوب بود خیلی شلگی کردن و متواتر خواستگاری می آمدن، گاهی با طفل 40 روزه، گاهی با خانم پیر و سر شام همیشه، تا که مادرم ازشان معلومات کرد و راضی شد مرا به اونا بتن. گرچه پدرجانم هنوزم راضی به نامزاد کردنم نبود، اما شیرینی مرا دادن و من خیلی خوشحال بودم و شبها تا صبح خیال بافی میکردم و چهره بچه را تصور میکردم که قد بلند و رنگ سفید و موهای چنگی داره، چون همه رقم شنیده بودم. و روز موعود فرا رسید و من نامزادم دیدم و رفتیم با خانواده خرید شیرینی خوری را کردیم و یک هفته بعد شیرینی خوری برام موبایل آوردن و من خیلی از این بابت خوشحال بودم، چون احساس میکردم دیگه مستقل شدم، نه برادر و نه مادر و نه خواهر هیچ کدام بالایم قیدگیری نمیکنن و پشت تلفن با نامزادم گپ زدیم، اما وقت مسیج میدادم هیچ وقت جواب دریافت نمیکردم. و ها در زمان خواستگاری خوشویم بر ما گفته بود که پسرم صنف 12 است. یک روز ناطاقت شدم و زنگ زدم و با قهر ازش پرسیدم چرا جواب مسیجای من نمیدی؟ چیزی نگفت، گفت آل سر کار هستم، بعدن گپ میزنم. و یک هفته کلن گوشی خود خاموش کرد و هیچ زنگ و مسیج هیچ کدام را جواب نمیداد، تا ای که دوباره کابل آمدند، اما بر همیشه زندگی کردند و من از این بابت خیلی خوشحال بودم. خانه گرفتند و اینجا جابجا شدند، درست 2 کوچه پایینتر خانه خودمان. بعدش چند روز رفتیم با هم چکر، اونجا هم در دلم ازش ناراحت بودم چون یک هفته تلفن سرم قید کرده بود، اما 100 دل یک دل کده گفتم مسی تو چرا زیدی هستی؟ چرا مرا مد نظر نمیگیری؟ آیا مرا دوست نداری؟ آیا از پیوند ما خوش نیستی؟
برام گفت نه ای تو نیست، فقط من سواد ندارم و اصلا خواندن و نوشتن بلد نیستم. اینجا بود که واقعا دنیایم خیلی تاریک شد. اما چیزی نگفتم. خانه که آمدم به مادرم گفتم. مادرم کمی جگرخون شد، اما بعدش گفت دخترم سواد مطرح نیست، مقصد مرد زندگی باشه، غیرت مرد کارش است. و من خیلی دلم شکسته بود، چون چیزایی که پیش خود تصور میکردم هیچ کدامش نبود. و دیگه ای که من پیش همسنفیایم همیشه لافای بیجا از نامزادم میزدم و چیزی را که خودم تصور میکردم به اونا میگفتم که مثلا هر شب قبل خواب برام شب بخیر میگه و دلش نمیآید تلفن قطع کنه، برام میگه تو بخواب صدای نفس کشیدن تا بشنوم و ای گپا. خلاصه روزها میگذشت و هرچی با مسیح کوشش میکردم عاشقانه حرف بزنم او هیچی نمیفهمید. یک روز برام گفت امی دخترای کابلی خیلی چشم سفید و بد اخلاق هستن. ای گپش خیلی برام برخورد. گفتم مسیح چی میگی؟ گفت راست میگم. گفتم یعنی چی؟ گفت مثلا تو را فکر میکردم چشم و گوش بسته هستی، اما خدا خیر مرا پیش کنه. لالارامش رو زمان احساس میکردم آب جوش در سرم مندازن و خیلی ازش بدم میامد. دیگه شلگی نمیکردم و برش زنگ نمیزدم، اما وقتی او زنگ میزد کتش گپ میزدم نورمال، البته چند دقیقه زیادم نی. و از گوشی مادرم به خودم مسیجای عاشقانه میدادم و پس جوابشم میدادم و نام مادرم عشقم ثبت کرده بودم، چون واقعا وقتی با دوستایم یک جا می شدیم پیام های نامزادهای ما را می خواندیم که از کی عاشقانه تر و رومانتیک تر است. رفته دیگه این چیزا هم راضیم نمی کرد و برای خود فیسبوک جور کردم و ریکوست های زیاد برام می آمد و با خیلی از بچه ها مسیج داشتم. رقمی خودم تسلی می دادم. رابطه این با مسیح خیلی خراب شده بود، قسمی که ماها با هم تلفنی گپ نمی زدیم و از ساله بعد ما که کرونا آمد و همه جا قرنطین شد. من با یک بچه پشت فیسبوک خیلی صمیمی شده بودم. شبها با او مسیج میکردم و ساعتها با او گپ میزدم. خانواده‌ام فکر میکردن مسیح است که ساعتها پشت تلفن با من گپ میزنه. همیشه با او بچه که نام مصارش میمونم وحید درد دل میکردم و همه قصه های من میکردم، تا ای که کم کم پشت تلفن عاشقش شدم و اما برام میگفت آهوگه کن و من خیلی از گپش خوش میشدم و تمام آنچه که دوست داشتم مسیح برام بگویه او میگفت. از هم دیگه عکس میخواستیم و هم دیگه را از پشت تلفن میبوسیدیم و برای آینده خود پلان میسنجیدیم. اما بیخبر از این که او فقط با ما بازی میکنه. خیلی دوستش داشتم، تا ای که یک شب ازم عکس غیر اخلاقی خواست و من هم نگفتم و اینجا شد که با ما چندین روز قهر بود و اصلا با ما حرف نمیزد، مسیجای ما سین میکرد و جواب نمیداد. من هم 100 دل یک دل کرده برش عکس از بدن لخت روان کردم و او با ما آشتی شد و خیلی زیاد تعریف و تمجید کرد. احساس گناه میکردم، اما چون مسیح با ما هیچ رفتار درست نداشت به نظر خود ازش انتقام میگرفتم و به شکل خودم راضی میساختم. نمیدانم چی بگم واقعا، اما واقعا من این چنین نبودم که شدم. قرنطینه کم کم آزاد شده بود و مردم به شهر رفت آمد میکردن، اما مکتب ها هنوزم بسته بود و برم دیگه سکس چت و کال و اینا عادی شده بود. شبها در کمین بودم که خانواده خواب برن، من با دوست پسرم عشق بازی کنم، البته از پشت گوشی. با مسیح بیرون میرفتم، اما هیچ وقت حتی یک بوس هم نمی کردم هم دیگره و اصلا وقتی همراهش می بودم دیگه دلم تنگ می شد و می خواستم هر چی زودتر خانه برم و با وحید حرف بزنم. و اینجا شد که وحید برام پیشنهادی دیدن از نزدیک کرد و من که خیلی می ترسیدم و هم خیلی می خواستم قبول کردم و به مادرم گفتم با مسیح میریم چکر. مادرم پرسید کو مسیح؟ گفتم سر کوچه منتظرم است در تاکسی. چیزی نگفت و فقط گفت زود بیای خانه که کار داریم، شب مهمان میآید. من رفتم و وقت نزدیکای دهمزنگ رسیدم به وحید زنگ زدم کجاستی، دیدم سوار یک تاکسی بود، اشاره کرد گفت بیا. من رفتم و اولین بار وحید از نزدیک دیدم، دستم محکم گرفت و گفت سلام عشقم و من خیلی زیر تاثیر رفته بودم، زیر آب و عرق شده بودم
و بعد سلام علیکی دیگه هیچ گپ زدن نمیتونستم. برام گفت چرا زیر تاثیر رفتی عزیزم؟ بعد آستاد گوشم گفت من تو را به هیچ کس نمیتم. خیلی خوشحال بودم و احساس عجیبی داشتم و مرا به یکی از هتل‌های شهر نو برد. یک پیزا سفارش داد و من هنوز هیچی نمیتونستم بگم. برام گفت آهوگه کم چرا ترسیدی؟ من که نمیخورمت. گفتم اگه کسی ببینه؟ گفت ای تو نگو نمیخوایم کسی چیز بفهمه، تو ده امن و امان هستی. من هیچ غذایی نتونستم بخورم، فقط میخواستم طرف وحیدم نگاه کنم و خیره شوم. چیزی که 1 سال مکمل آرزو داشتم وحید برام فراهم کرد. بعد اتمام غذا رفتیم مارکت لباس و برام یک دست لباس شیک و یک کرمچ خرید و بعد هم مرا سوار تاکسی کرد با یک دسته گل زیبا و ما آمدم طرف خانه. تمام را به اون لحظه های قشنگ فکر می کردم و لبخند می زدم و هر بار صدایش در گوشم می آمد که من تو را به هیچ کس نمیدم. قلبم تپش عجیب داشت و نمیدانم چه رقم خانه رسیدم. خانه میمان داشتیم، کاکایمشان آمده بودن. وقتی دختر کاکایم گل و توفه ها را دیده بود دهانش باز مانده بود. میگفت مسیح چقدر رومانتیک است، تو چقدر خوشبخت هستی. ولی افسوس که خوشبختی او یک دسته گل و لباس و کفش نبود. مادرم هم خوشحال بود که رابطه‌ام با مسیح قدر خوب است، چون هر بار از پیشش می آمدم مخمور و گریه آلود، اما این بار خوشحال و خرم. دیگه مسیح برام یک هیولا شده بود و فقط می خواستم هر رقم شده از زندگیش برم دور، با وحید بسازم آنچی آرزو دارم. ولی می ترسیدم از اینکه فامیلم خبر شوند که خیش و قوم و خلاصه همه چیز برام کابوس شده بود و عقلم کاملا گرفته شده بود و چشمایم کور. بعد از چند روز دوباره وحید درخواست ملاقات حضوری کرد و من هم پذیرفتم و به مادرم گفتم مسیح میخوایم مرا ببره خرید. مادرم شک کرده بود. به می خاطر به خوشیم زنگ زد و بعد سلام علیکی ازش سراغ مسیح را گرفت و دست و پایم به لرزه افتاده بود، اما چانس یاری کرد و او روز مسیح خانه بود. مادرم چیز نگفت. باز هم اما من به مسیح زنگ زدم و برش گفتم میخوایم بعضی چیزا بخرم، میایی با من؟ مسیح هم قبول کرد و با هم رفتیم شهر و من فقط یک چادر و 2 تا قیتک موی گرفتم و کمتر از 200 افغانی خرج کردم و پولش هم مسیح داد و با هم پس طرف خانه آمدیم. سر کوچه رسیدیم، خداحافظی کردم. میخواست بیاید با من خانه، اما گفتم میتونم تنها برم و مطمئن شدم که او رفت. بعدش به وحید زنگ زدم و با او رفتم و چند ساعت با وحید به کافه بودم. وحید حرفای عاشقانه میزد و ازم بوسه میگرفت و من هم از این حالت لذت میبردم و بعد خداحافظی مرا در تاکسی طرف خانه روان کرد و برام 2000 افغانی هم داد. گو برای خود نتفال کو. من قبول نکردم اول، اما او در دستکولم به زور ماند. ناگفته نمانه وحید پسر خوشتیب و جذاب بود و همچنان در یکی از دفاتر دولتی کار میکرد و سن و سالش تقریبا 35. روزها میگذشت و رابطه ما با مسیح به حد خراب شده بود که به ندرت تلفنش را جواب میدادم، اما او هم خیلی سرتر از ما برخورد میکرد و با ماها با هم بیرون نمی رفتیم. نمیدانم چرا مسیح هیچ احساس نداشت، هیچ با ما درست حرف نمیزد و به ما توجه نداشت. همین باعث میشد که من ازش دل سرتر شوم و به وحید وابسته تر. تا ای که نزدیک روز عاشقا بود و وحید برام گفت که میخوایم سورپرایزت کنم. شیکترین لباس خدا بپوش و وقتش هم معین میکنم، بیا. قبول کردم، در حالی که مسیح اصلا این حرفا را نمیفهمید. به مادرم گفتم مسیح میخواد روز عاشقا سورپرایزم کنه. خاک شو مادرکم، دار و ندارش 3000 افغانی بود برام داد. گو برای نامزادت بهترین توفه را بخر. من میخواستم عطر بگیرم، اما مادرم گفت کفش بگیری بهتره. من کفش مردانه با یک شال گردن 4 برای مسیح گرفتم و کادو کردم. بعدش قرار ماندم اول صبح ساعتای 10 برم پیش وحید و تا ساعتای 2 بجه بایی باشم و بعدش اش پیش ازی بیایم با مسیح. با مسیح زنگم زدم، گفتم صبا میخوایم ساعتای 3 بجه یک بار ببینمت و او هم با کمال میل قبول کرد. و بعد خداحافظی از مادرم با کادوهایی که داخل نایلون انداخته بودم بیرون شدم.
و ها نگفته نمانه برای وحیدم یک عطر خیلی خوبش خریده بودم و داخل کیفم مانده بودم. زنگ زدم گفتم سلام، من از خانه برآمدم. وحید گفت عشق یک دانیم، اول خو والنتاینت مبارک و خوشحال هستم فرشته زمینی مثل تو در زندگیم آمده و قرار ماند که نزدیکای دیمزنگ ببینمش و امو جایی که گفته بود رفتم، دیدم با یک موتر کرولای سیاه منتظرم است. رفتم عاجل داخل موتر شدم و با یک سرعت خیلی زیاد حرکت میکرد و یک آهنگ عاشقانه مانده بود. برام گفت عشقم امروز میخوایم بهترین روز زندگی ما باشه. من قبل از اینکه گپش تمام شد گفتم اما قبل ساعت 3 باید ما برم که مسیح منتظرم است. برام گفت مسیح را پیش ما یاد نکو، من میخوایم هر چی زودتر او را از سر راه خود ما پس کنم. گفتم چه رقمی؟ گفت قسمه که مادر و پدرت دو دسته تو را تقدیم کنه. گفتم خب بگو درست. گفت میخوایم مردارش کنم و سر رایم وردارمش. گفتم یعنی میکشیش؟ گفت من نه، دیگه کسی کارم میکنه اما در دستور من. گفتم نه ایتو نکو. گفت مگه دوستش داری؟ گفتم نه. گفت پس چرا؟ گفتم نمیخوایم دستای تو به خون آلوده شوه. گفت دیوانه کن، من نمیکشمش. خب بیا از این گپا بگذاریم، امروز میخوایم فقط لذت ببریم. گفتم کجا قرار است بریم؟ گفت خانه ما. گفتم نمیشه. گفت چرا؟ گفتم بریم یگان کافه. گفت دیوانه، امروز همگی بیرون هستن و اگه کسی بشناسه بدنام میشیم. خانه ما امترین جای دنیاست، نترس دیوانه کن. تو باید خانه که قرار است زندگی کنی را ببینی و بشناسی. گفتم مادر جانت خانه است؟ گفت هیچ کسی خانه نیست. گفت یعنی تنها خودت و ما. گفت از این چی بهتر؟ ما دست و پایم به لرزه افتاد و می ترسیدم. رسیدم نزدیک خانه خیلی مقبول 2 منزله و کلید انداخت و اولی را باز کرد. خیلی اولی قشنگ پر از گل بود و رفتیم داخل خانه که قشنگتر از آنچه که فکر می کردم بود و خانه رم پخانه های سرخ و یک کیک قشنگم در سر میز بود، خیلی شیک تزیین کرده بود. خب بعد چند دقیقه اونجا شیشتن گفت خدا راحت کو. گفتم راحت هستم. گفت آهو گکم، منظورم دیگر رقم راحت است. گفتم چی رقم؟ گفت ای چادر تا پس کو که در موج موهایت غرق شوم. گفتم نه، امی قسم درست است. چیز نگفت و رفت از آشپزخانه 2 گلاس آب سرد آورد. او را نوشیدیم و بعد چند دقیقه صحبت‌های عاشقانه و بوس و بغل و ایگپا کیک توته کردیم و به هم دیگه کیک دادیم. خیلی فضای رمانتیک شده بود. چادرم پس زد و از پشت گردنم بوسه گرفت و اما قسم مرا محکم بغل کرده بود و گفت آهوگکم امروز به هیچ چیز فکر نکو، فقط لذت ببر. من چیزی نمی گفتم، فقط در بغلش آرام گرفته بودم و بعد گفت برات امروز غذا هم با دستای خودم پخته کردیم. من گفتم فقط 1 ساعت وقت دارم، من باید برم، نمیتونم نان بخورم. گفت دستپخت عشقت نمیخوای امتحان کنی؟ گفتم باشه، فقط میچشم و بس. و رفت آشپزخانه و یک بشقاب قابلی با 2 گیلاس کولا سر پتنوس آورد. با هم خوردیم، اما بعد خوردن نوشابه سرم زیاد درد گرفت و وقتی میخواستم استاد شوم همه جا پیش نظرم تاریک میشد. گفت چیز شده عشقم؟ گفتم سرم درد میکنه زیاد. گفت صبر برات 1 تابلت پرستامول بودم. 1 تابلت خیلی خرد آورد، به دستم ماند. من طرف تابلت میدیدم اما فقط عمیق میفهمیدم پرستامول رقم نیست. ولی گفت بخو که خوب شوی، چرا معطل هستی؟ من چیز نگفتم و قرتش دادم و 1 گلاس آب سرش نوشیدم. اما درد سرم که خوب نشد هیچ، سرم بیشتر و بیشتر میچرخید و میخواستم طرف ساعت ببینم که ساعت چند است. دیگه از حال رفتم. یک صدای خیلی خفیف در گوشم میآمد و میگفت جانم بیدار شو. چشمای ما باز کردم، دیدم وحید، اما توان بلند شدن نداشتم و حلقم خیلی خشکی میکرد. برام آب لیمو آورد. خب بعد تقریبا نیم ساعت درست حالم بهتر شد، اما اصلا خوب نبودم. ساعت نگاه کردم، نزدیکای 4 بجه است و مسیح بیش از 10 بار تماس گرفته بوده و زنگ زدم برش، هنوز 1 زنگ نخورده و تلفن بالا کرد. گفت سوسن کجایی؟ گفتم بازار هستم، برات 1 توفه گرفتم با دوستم نجلا. گفت چرا تلفن خدا بالا نمیکردی؟ من 1 ساعت است منتظرت هستم. گفتم ببخشید در اسکاولم بود و صدای زنگ سایلنت بود. خیر حال میایم. گفت باشه، من در نزدیکای چهارراهی هستم، رسیدی زنگ بزن. گفتم مام در بیلیپوس میایم. گرچه هیچ هنوز حالم خوب نبود، مرا سوار موترش کرد و با عجله تا یک ایستگاه قبل میلیبوس رساند و خداحافظی کردیم.
حتی فراموشم شد که توفیقی که برای وحید گرفته بودم بودم و سوار میلی بس شدم و ایستگاه بعد پیاده شدم. دیدم مسیح دمو ایستگاه منتظرم است. پایین شدم، سلام علیکی کردیم. خیلی بیروبار بود. او محل عاجل از اونجا دور شدیم. گفت کجاست نجلا؟ گفتم با نامزادش. گفت با تو نبود؟ گفتم بود، اما نامزادش موتر داره، او با موتر نامزادش رفتن تجلیل کنه. و زیر چشمی به طرفش دیدم و او احساس کرد برش تنه میتم. خوب رفتیم قدم زده، اما هیچ با هم گپ نمیزدیم. ما گفتم هوا خنک است، من سردرد شدم، میخوایم هر چی زودتر خانه برم. طرفم یک نگاه معنیدار کرد و چیزی نگفت. کمی بعد داخل یک رستوران رفتیم و 2 تا کباب فرمایش داد و بعد برام گفت سوسن ما چیزی که هستم باید امیر رقم قبولم کنی. اگه بی سواد هستم، موتر ندارم یا شغل خیلی خوب ندارم، ولی از آینده چی خبر که هم موتر داشته باشم هم یک کار خوب، ولی امروز باید با ما بسازی. من هیچی نمی گفتم چون حالتم اصلا خوب نبود. فقط در چرت و فکر همی بودم که وقتی من بیهوش شدم چی اتفاقی افتاده و چرا من بیهوش شدم. هزاران سوال دیگه. خب غذای ما هم رسید و خوردیم و بعد تمام شدن غذا توفیقی که مادرم برای مسیح گرفته بود دادم و گفتم بریم خانه. مسیح هم از جیب خود یک قوطی را کشید و بازش کرد و یک انگشتر اطلاع در بینش بود برام داد. تشکری کردم و با هم رفتیم طرف خانه. شام شده بود و هوا تاریک و مسیح مرا تا خانه رساند و مادرم داخل صدایش کرد. برش چای آورد. برش گفت امروز خو خیر بچیم، اما دیگه قدیر نکنین. تا مسیح دهن باز کنه گفتم چشم مادر جانم. مادرم چیز دیگه نگفت و خلاصه او روز امیر رقم تیر کردم. شب زود خوابیدم چون خیلی درد شدید داشتم و احساس میکردم پیریود میشم. فرداش هم امی اتفاق افتاد و تمام روز استراحت بودم. با وحید مسیج کردم، گفتم چی شد؟ گفت چی شد؟ گفتم دیروز چی اتفاق افتاد؟ خنده کرد، گفت دیوانه هیچی، چرا فکرای غلط داری؟ من که پشت تلفن با تمام بدنت لخت دیدم، فقط خواستم از نزدیکم ببینم و خنده کرد. گفتم جدی؟ گفت شوخی میکنم بابا، و با بیمیلی جواب میداد. هر حرف و شبها در دلم هر گپ میگشت، اما میگفتم نه، ای گپا نیست. خب بعد تقریبا 2 هفته دوباره وحید مرا در خانه خود دعوت کرد و من قبول کردم. وقتی طبق معمول باز هم با موتر خود آمد و مرا خانه خود برد و دیگه با جرأت‌تر شده بودیم و رفته دیگه بوسه و بغل عادی شده بود و وحید خیلی برام شلگی کرد، میخوایم فقط یک بار سر تا قدم لختت ببینم و من قبول کردم و تمام بدنم لخت کرد و قسمم خورده بود کار نمیکنه با من. اما او روز به حد احساساتی شده بود، دیگه کنترل نمیتونست و خود با من میمولید و من هرچی دور میکردم از خودم او بیشتر نزدیکم میشد، تا ای که من گفتم دور شو وگرنه چیخ میزنم. دهانم با دستایش بست و گفت تو از خودم هستی، من کار نمیکنم که آبروی ما بره. و خلاصه من احساس خیلی بد داشتم و وقتی خانه آمدم خوابیدم و به مادرم گفتم مریض هستم. مادرکم فکر میکرد با مسیح جنگ کردیم و یه بیچاره خدمتم میکرد، تا ای که به وحید مسیج دادم گفتم دیگه نمیخوایم ادامه بدم. واقعا عذاب وجدان دارم که وحید اول به شوخی گرفت، اما وقتی دید جدی هستم برام هرچی عکس داشت روان کرد و در بین اون عکس‌ها دیدم عکسی که در روز عاشقا ازم گرفته شده با بدن کاملا برهنه و حتی بغل به بغل با خودش. به جانم لرزه افتاد و فقط گریه میکردم و بس. و او شب گذشت، دیگه برام همه چیز مشکل شده بود. از خدا آرزوی مرگ میکردم و روزها اشک میریختم و تلفنم چندین روز بود که اصلا چارت نکرده بودم. همیشه تشویش و استرس داشتم و از طرف دیگه خانواده خسرم میگفتن باید عروس خدا بیاریم خانه خود. و وحید زنگ زدم گفتم چی کار میخوایی بکنی؟ مرا عروسی میکنن. و او هنوز برام میگفت من تو را به هیچ کس نمیتم، مسیر اثر راه میوردارم. ولی واقعا من راضی به هیچ چیزا نبودم، گرچه حالی که فکر میکنم و به احمق بودن و سادگی خودم افسوس میخورم. دیگه وحیدم رویش باز شده بود و همیشه ازم درخواست هماغوشی میکرد، اما بارها قسم میخورد و میگفت تا او حد پیش نرفتم که تو زیر سوال بودی و من باور میکردم. تا اینکه یک روز خواهر کوچکم ناگهانی یکی از او عکسای را دید و به مادرم گفته بود که سوسن با کسی دیگه عکس خراب داره و مادرم گوشی ما گرفت، گرچه من همه چیز پاک کرده بودم و ناقایل آمدم، اما دیگه مادرم شک کرده بود، نمیتونستم با وحید چت کنم یا هم صحبت کنم. و ما یک روز که داشتم در واتساپ با وحید مسیج میکردم و او باز هم عکسای ما فرستاد
و این عکس‌ها در گالری موبایل ذخیره شده بود. من متوجه نشده بودم، فقط از واتساپ پاک کرده بودم تا اینکه او را خواهرم دیده بود و با مادرم نشان داده بود. مادرم موبایل مرا گرفت و به حد مرا لط و کوب کرد که دیگه توان بلند شدن نداشتم و مادرم هم لط میکرد و هم گریه و بالایم تف منداخت و میگفت من چی بدی کردم که خدا این رقم جزایش میده. آبرو نموندی بر ما و با هر چی دم دستش آمد مرا با او زد. بعد شب شد، من زیر کمپل خوابیدم و گریه میکردم و میترسیدم که پدرم یا بیادرم خبر نشن، چون میفهمیدم که اونا مرا زنده نمیمونن. پدرم صدایم کرد و من دست و پای میلرزید، اما مادرم گفت او سیر است، نان خورده. فهمیدم که هنوز چیزی نگفته. او شب زیاد زیر احساسات آمدم و هرچی تابلت پیدا کردم خوردم و فکر میکردم اینا را بخورم میمورم، اما مرگ کجا و ما کجا. خلاصه یک هفته از این گپ تیر شد و موبایلم همچنان قفل بود و دمی جریان زنگای زیاده از طرف وحید آمده بود. یک روز مادرم برش زنگ زد و هرچی از دهنش آمد برای وحید گفت و سیم کارت مرا شکستند. برام گفت خانه او کجاست؟ گفتم نمیفهمم. باز هم شروع کرد بله تو کوبم، تا اینکه گفتم من همیشه در موتر میرفتم، اما طرفای دالمان است. مرا گفت خود آماده کردم و با هم رفتیم، اما نیافتیم. میخواستم بپرسم که چی میخوای بکنم، اما جرأت نمیکردم. خلاصه تا اینکه برام تلفن داد و گفت که از فیسبوک زنگ بزن برش، بگو مرا از خانه کشیدن، بیا مرا ببر. من هم زنگ زدم و هیچ بالا نکرد. باز زنگ زدم، اما این بار بلاک شده بودم. باز مادرکم زد زیر گریه، گفت اگه او بی‌ناموس عکسای تا پخش کنه، هر رقم میشه ببینیش و از گوشیش عکسای تا پاکو، وگرنه زندگی همه ما تباه میشه. گفتم باشه. و دوباره رفتیم خانه و من یک فیسبوک دیگه جور کردم و برش مسیج ماندم، جواب نداد. بلاک شدم باز هم. با چند تا از فرندهاش هم ریکوست کرده بودم. وقتی درباره وحید پرسیدم، گفت او زن داره و یک اولاد. دیگه دستم واقعا میلرزید و عکسای خودش با بچه خودش روان کرد. 1 سال مکمل از سوی استفاده کرد و من نمیدانستم. و وقتی آدرس خانهش پرسیدم، دوستش گفت در تایمنی زندگی میکنه. دیگه زندگیم نابود شد. من چقدر احمق بودم، چقدر بیعقل. با مادرم چیز نگفتم، فقط گفتم عکسای من همگیش دلیت کرده. و گپ عروسی ما و مسیح شد. گرچه پدرم راضی به عروسی کردنم نبود، چون هنوز سن و سالم خرد بود، اما مادرم قبول کرد و پدرم قناعت داد و هیچی برای کسی نگفته بود. و همچنان برای خواهرم هم گفته بود به هیچ کس چیزی نگویه. اما روزهای سختم میگذراندم. مادرم چندین پرسید آیا تو سالم هستی؟ میگفتم ما. میگفت سر دیش باور ندارم، خدا کنه آبروی ما را نبری. چون من تا جایی که یادم میامد هیچ وقت او قدر پیشرفت نکرده بودیم. اما باز هم سر خودم شک داشتم. و خلاصه به عروسی ما 2 هفته مانده بود و هر روز رفت آمد مردم به خانه ما زیاد می شد و مادرم هر چی داشت و نداشته برام جزیه می خرید. و یک روز با من رفت به خاطر خریدن بعض وسایل خانه بیرون، اما درا گفت سر تو دختر هیچ اعتماد ندارم، باید دلم جمع کنم که دختر استی یا خیر. و رفتم پیش دکتر زنان، اما از معایناتم دست کشید و گفت این کار غیر قانونی است. ما این را زمان معاینه میکنیم که از طرف دولت خط داشته باشه و در غیر از او قسم معاینات جرم است. پیش چندین دکتر زنان رفتیم، اما هیچ کدام راضی به معاینه نشدن، تا اینکه یک از این دکترها گفت فردا بیاین بعد شام در خانه ما معاینه میکنم و ما هم قبول کردیم. او شب خدا میداند چه قسم صبح شد و تا اینکه در ساعتی که گفته بود رفتیم خانه شان و معاینه کرد و بعد گفت سالم نیست. مادرم فکر کرد که به خاطر پیسه دروغ میگه، اما او برش ثابت کرد و من هم از خدای خود فقط مرگ میخواستم. و از مادرم 1 لک افغانی خواست تا ترمیم کنه. مادرم خیلی عذرزاری و گریه کرد تا او خانم به 50,000 راضی شد و فقط 1 تا چوری داشت. رفتیم او را فروخت که 60,000 افغانی شد و خلاصه 10,000 برای خود 1 انگشتر خرید و 1 چوری تقلبی هم در دستش کرد. و 3 روز قبل عروسی رفتیم پیش دکتر و ترمیم کرد. ما به یک جسد بیروح مبدل شده بودم و می گفتم کاش می مردم و این روزا را نمی دیدم. و خلاصه همه چیز به خیر و خوبی تمام شد و مادرم آبروی ما را و زندگی مرا نجات داد
و بعد از عروسی هم بالای چندین فیسبوک ساختم و وحید مسیج میدادم و هرچی میخواستم ازش بپرسم دلیلی همه کارا را بلاک میشدم و هیچ کلمه هم جواب نمیشنیدم. از این گپا 4 سال میگذره و دیگه فیسبوک وحید هم گم شده و خلاصه هیچ ردی ازش نیافتم. حتی نمیدانم عکسایم چی شد و چی کارا با او شده. حال 2 بچه‌ک دارم. بعد از عروسی و بعد از این اتفاقات واقعا خیلی به خودم خجالت میکشم و شبها میخیزم و نماز میخوانم و توبه میکشم و باورتان شاید نشه اونقدر از دنیا دل بریدم که میل به هیچ کارهای دنیایی ندارم و وظیفه یک خانم و یک مادر به خوبی انجام میدم. مسیح هم رفتارش خیلی خوب شده و میبینه همیشه نماز میخوانم، حجاب میکنم و دعا میخوانم. از این بابت خوشحال است و میگم من واقعا در مورد تو اشتباه فکر میکردم. تو فرشته هستی، اما خبر نداره این فرشته اصلا یک شیطان خبیث است. از خودم نفرت دارم، در مقابل شوهرم عذاب وجدان دارم. خانه مادرم شانم ما یک بار زیاد نمیرم چون هیچ روی ندارم طرف مادرم درست نگاه کنم. گرچه هیچ وقت دیگه حتی یادش نکرده و رفتارش با من خیلی خوب است، اما باز هم نمیتونم بیشتر از یک شب آنجا باشم و همیشه تلاش میکنم خودم نفسم پاک کنم از پلیدی ها، اما هر بار او خاطرات یادم میآید، ناامید میشم و ناخودآگاه اشکایم سرازیر میشه. شبها میخیزم و نماز میخوانم، توبه میکشم، قرآن کریم تلاوت میکنم. مسیح بعد از ازدواج هر روز بهتر و بهتر میشه و یک مرد واقعی و یک پدر خوب است، اما من در مقابلش عذاب وجدان دارم. نمیدانم گناهایی که کردم بخشیده میشم یا نه، اما به خدا قسم خیلی خیلی از کرده هایم پشیمان هستم. شبها و روزها آرزو میکنم کاش به گذشته برگردم، هیچگاه این کارا را نکنم. به طرف بچه‌کای میبینم حتی در مقابل اونا هم عذاب وجدان دارم و نمیدانم چی کار کنم که خودم ببخشم. بعد از ازدواج خیلی لاغر شدیم. همگی میگن به خاطر اولادداری است، اما به خدا وجدانم درد میکنه. من هنوز نتونستم خودم ببخشم. این بود داستان زندگی من که با شما در اشتراک ماندم تا پند باشه به بقیه. لطفاً هوس‌های بیجا و خواهشات بیجا را بانین کنار. خوشبختی او چیزی نیست که در ظاهر دیده میشه. خوشبختی همی است که با وجدان راحت سرت در بالشت بانی. خوشبختی همی است که شبها خواب راحت داشته باشی. و منتظر نظریات شنونده های محترم و نظریات خودت هم هستم. لالا رامش. پایان داستان. سوسن جان که نام مستعار شماست، داستان پردرد و عبرت انگیزت شنیدیم. داستان خودت پند و اندرز بسیار خوب به ویژه برای دختر خانم‌های داره که در اوج نوجوانی بنابر رقابت‌های ناسالم، بنابر همچشمی با دختر کاکا، عمه و خویش قوم یا رقابت‌های ناسالم با همسنفی و همچنان به بهانه مشکلات خانوادگی رای را انتخاب میکنن، مسیر را انتخاب میکنن و همچنان به خاطر خواهشات نفسانی که او را امروز یکی از دلایل اصلی است که دختر خانم‌ها و پسرها چون کنترل در خانواده نیست و موبایل فرهنگشان ندارند و موبایل بدشان میتن که خودش یک در واقع یک بمبسی و از این طریق بسیار براحتی اینا میتونن امروز نسل جوان سایت های خراب ببینن، فیلم های خراب ببینن و خامخا بالای ذهنشان تاثیر میکنن و بد رقم تاثیر میکنه چون در این سن سال و اینا وابسته میشن و حتی خیر بازی را در این مورد یک وقت دیگه باز به تفصیل صحبت میکنم. یکی از دلایل دیگه می باشن که خواهشات نفسانیشان است و اینا تن به کارهای میتن که در اوایل لذت بخش است، اما بیخبر از آن که یک عمر پشیمانی، درد و بدنامی در انتظارشان است. خودت تنها نیستی و خدا را شکر که پشیمان شدی و این پشیمانی و توبه و همچنان اقدام نیک مادر جانت که دستایش از بوشیدن است باعث شد که آبروریزی نشه، بدنامی نشه و زندگیت تباه نشه و خدای نخواسته تا سرحد مرگ پیش نری. شما ببینین خانواده‌های محترم، هر فرزندانتان اگه اشتباهی میکنن مثل مادر سوسن خانم برخورد بکنین. درست از قار شد، هر کس باشه دیت یک وضعیت دیوانه میشه، قار بودن خود دور بان.
اما مدیریت کردی موضوع را. آبروی خانواده را حفظ کرد، آبروی دختر خودم حفظ کرد و تا به امروز تنام برش نمیده. پس یاد بگیرین از این داستان ها. و این داستان دخترای عزیز، شما چی نوجوان هستین، چی جوان هستین، چی سنتان بالاست، چند بار با دقت بشنوین، تکان بخورین، برای دیگه دوستایتان روان بکنین، بشنون، بدانن که خیلی ها نمیدانند در مسیری که روان است. فکر میکنن اوه خلاص، چون در این سن سال که میباشن طرف مقابل بازورم که مردی که سنش پخته باشه و بیشتر دخترام رقم مردا را خوش دارن و اونا خوب میفهمن که چه رقم بازی بکنن، یا بچهای امروزی که میباشن و بازی رقم نامردا بسیار خوب لافم یاد دارن، گپای کتا کتا میزنن که تو از مستی هیچ کس نمیتونه تو را از ما بگیره، از سر مرگم تیر شوه، تو میکنم او دیگر میکشم. تو این بازی گپا بسیار به قهرمان تبدیل میکنه پیش این دختر، این مرده یا این پسره. فکر میکنه به من مرد واقعی رو پیدا کنیم، در حالی که آدم اصل بی غیرت، بی ناموس و بسیار بسیار ترسو هم میباشن رقم آدم ها. خب دستان مادر جانت از بوسیدن است که واقعا مدیریت خوب کرد و تو باید منتدار مادرت باشی. بعد خوب شد داستان خود روان پیام دادی. فکر کنم خیلی وقت میشد داستان خود روان کرده بودی و فراموشم شده بود، چون در اینستاگرام روان کرده بودیم و پیام دادی خودت و متوجه شدم. دوباره بازم خواهشم از تمام دوستایی که در اینستاگرام و دیگه جا یا در ایمیل تا داستان خود روان کردن، البته یک ماه قبل، یک ماه بعدش هست، مشکل نیست. کسانی که پیش از یک ماه داستان خود روان کردن و فراموش ما شدن، پیام بدن لطفاً، تا اگر مثلا سوسن خانم پیام نمیدادن و من داستان عبرت انگیز متوجه نمیشدم و فراموش شدم میرفت و اونم حتما فکر میکردن که داستانم ارزش نشر نداشت و نشر نکرد. پس بهتر است که در ایمیل روان بکنین داستانتان، یا در اینستاگرام افغانی استوری را اگه شما ببینین، افغانی استوری بونو احمدی اونجا دنبال میکنن، مستقیم به اونا روان بکنین، خیلی زود به دسترس من میرسه و نشر میکنم. نکته بعدی سوسن جان، استعداد خودت است. چقدر اگه استعداد خوب داری که من داستانت وقتی مرور کردم نیاز به ویرایش نشد که ویرایش بکنم یا به همکارم روان کنم ویرایش کنم دوباره نشر بکنم. متاسفانه من که همیشه میگم که یک بحث علمی است. دختر خانم‌ها و پسرایی که درس خوان هستن شهوتشان هم زیاد است، چون انرژی میخواه این کارا، مطالعه کردن، درس خواندن، فعالیت میخواه و شهوتشان هم زیاد است. و من میبینم دختر خانمایی که داستان خود روان میکنن بسیار با استعداد هستن که نمی شهوت زیاد هم باعث میشه که اینا به اشتباه به اگرای برن. و به مو خاطر دختران زیادی که اونم شهوت کنترل نتونستن خواهشات نفسانی را و به بیراه رفتن، استعداد بسیار بالا دارن. داستانام نشر شد، در شخصی هم به من پیام میتن، شما میفهمین تا حال 5-6 بار پیام اومده از دختر خانمایی که اینا یک رشته را خوب بلد هستن، اینا میخواین فعالیت بکنن، در سوشال میدیا روی صحنه بیاین، در مورد چیزایی که میدانن صحبت بکنن و از این طریق درآمد داشته باشن. اما یک مشکل است، مشکلشان خانواده نیست، مشکلشان نامزادشان نیست، شوهرشان نیست، گذشته ایشان است. رفته فکر کرده قهرمان زندگی مزدگی بچه همراهش بغل به بغل عکس بگی، ماچ بگی و فیلم بگی. تا بعض از دختر خانم‌ها امروزی فیلم گرفتن خودشان خوش دارن. حالا من نمیدونم بعضی شمایی که داستان روان میکنین ایره مطمئن هستم خود سانسوری داره، خودشان هم خوش داره فیلم بگیرن، بسیار با افتخار و با کمال میل فیلم میگیرن. من نمیدونم از عواقبش خبر دارن ندارن، چه رقم این نسل است. خب اینی گذشتهشان باعث میشه که اینا نتونن فعالیت بکنن. چرا؟ هر باری که یک سر کشیده اون نامرده که عکسش از پیش شدگاهش پیام میده که آبرویت میبرم و همیشه این پیام تهدید میکنه که به نامزادت میگم، به شوهرت میگم. خب مثلا یک دختر خانم آمد یک فعالیت را شروع کرد در اینستاگرام ده دیگه بیا اونمون نامرد همیشه دنبال میکنن، انسانو خونو بیکار و بیروزگار میباشن کسایی که کارا رو میکنن. باز میان در زیر کامنت ها یک عکسی که هم گذاشته است، شاید هم رویش یک استیکر هم پرته یک گوشدار باره نشر بکنم، آبرو میمونه براتون؟ نه. و همین باعث شده بسیاریا در حالت بسیار بد روحی و روانی هم قرار بگیرن.
و نتونن فعالیت بکنن، با استعداد هستن، حیران موندن که چی کنن. پس بسیار زیاد مواظب خود باشین دختر خانم‌های عزیز، خانواده های عزیز. به دخترانتان به پسرانتان یاد بتین، به دخترانتان یاد بتین چگونه مواظب خود باشند در این بازار گرگ ها و لاشخورها. به پسرانتان یاد بتین که مرد باشین، با احساسات یک کسی بازی نکنین و ایره مطمئن باشین اون پسرایی که با احساسات دخترها بازی میکنن و خدا بزن و میگن، خواهرشان بدتر از خودشان کارایی را میکنن که اینا در حق دیگه دخترها میکنن. ایره مطمئن باشین. و همینجا همین کسی که به نام وحیدنام، مطمئن باش سوزن جان که او روز خوش را نمیبینه، یا شاید نیست و نابود شده باشه که حتما در دولت کار داشته و طالب بالا آمده، و اگر زنده است و مرگ بهتر از او زندگی برش و او عذاب وجدان او را آرام نمیمانه. و این داستان خودت راه حلش هم در داستان خودت پیداست که چی راه حل است وقتی تو اتفاقا میفته. اول برخورد مادر جانت که بسیار خوبی را پیش برد، و دومی که خودت اشتباه را تکرار نکردی از روی ضد که بیا او مثلا دیگه دختر خانم ها اکثرا متاسفانه با چی میکنن؟ از روی ضد نه دوباره توبه میکنن، نه با نامزاد خود الفت و صمیمیت نشان میتن. باز چون میگم ما خب بی‌عزت و بیابرو شدیم، چشم سفید میشن و شروع میکنن ادامه میتن، و ای که خشونت خانواده را میبینن اینا ادامه میتن با دیگرها، حتی فرار میکنن. یک روز دو روز یک شب دو شب از خانه فرار میکنن، میگن ما خب مردار شدیم، مال کدار شدیم. و مثل مادر خودت بسیاری باز چوری هم ندارن، چوری طلام که بفروشن 50,000 پول دکتر بتن. و حال خود موضوع دکتر هم بسیار سخت است در شرایط فعلی افغانستان. پس بسیار مواظب باشین. و مادرای عزیز، وقتی شما میشنوین راز دخترتان پسرتان به همه خانواده نگوین. اگه اشتباه میکنه، هر کسی که از عضو خانواده دیگه تان اگه اشتباهش میشنوین، به دیگه اعضای خانواده نگوین. اول کوشش کنین خودتان حل بکنین. دوم اگر نمیتونین با کسی در جریان بانین که او بحران مدیریت کرده میتونه و ایره زیاد بی‌عزتی و بی‌آبرویی تبدیل نمیکنه، به سر و صدا و جنجال تبدیل نمیکنه. خشونت نکنین، نصیحت بکنین. و نصیحت که میکنین، اتا گفتم صدایتان وقتی دختر و پسرتان نوجوان است دیگه صدا سرشان بد میخوره، با سر و صدا و چیغ زدن و یا نصیحت نکنین. با آرامی، با عذر و زاری، چون اونا سرشان تاثیر نمیکنن. و یک عمر که شما تو بی سر ماندین، اونا کلان شدن و ای تربیه نکردین، دفعتن دیگه باز غال مغال چیغسک نمیشه. مجبور استی که عذر و زاری بکنی، چون اشتباه خودتان بوده که از اول با او درست رفتار نکردی. و باز تاکید میکنم شما دختر خانم و پسرایی که داستانا رو میشنوین، خانواده را همیشه ملامت نکنین که خیلی ها ما کل خانواده ما جنجالی بوده، ولی دلیل نشده که به بیراه بریم. همین که میگه مادر ما تو گپای میزد، یا خوی معمول است افغانستان. مثلا مادر خود ما همیشه وقتی که خود بودیم نوجوان بودیم مقایسه میکرد، بچه فلانی ربی بی الله به مادرش یک سیت طلا آورد که گفت برو خواستگاری فلان چیزا. همیشه گپا به خدا گپای میزد که سر سنگ بونی سنگ او میشد. ولی خب اولادام دردسر از دیگه، 9 تا بچه داشت، 3 تا دختر، و خودش جنجال است، آدم اعصابم برش نمیمونه. ولی خود دلیل نمیشه، هر روز زخم زبان بود. ولی یک روز که بیادرایم که مثلا زیادش مادر مازار میداد، اگه یک روز می دور می بود یا یک جای سفر میرفت، گریه کرده، دیوانه میشد گریه کرده. خب معلوم دار که دوست می داشته باشن، اما شیوهش بلد نیستن دیگه. شما هر چیز فکر نکنین که یک جامعه ایدئال داشته باشیم یا خانواده ایدئال داشته باشیم و بگین مادرم تو بود یا پدرم تو بود. خب تو خودت نباش، خود تو هوشیار هستی، خود تو خود نسل امروز هستی. در این قسمت خودت در دیوانگی میزنین دیگه، تمام چیزا رو میفهمین، همه چیزا رو میفهمین. بر صورت بازم میگم، وقت اشتباه میکنین، توبه را که شروع میکنین، اونجاست که خداوندم باز به شما کمک میکنه. و وقتی که توبه کردی، وقتی که راه راست انتخاب کردی، دیدی که دیگه او وحیدنام برای تو تهدید نکرد، زنگ نزد. توبه تو را خدا شنید و او به جزایش رسید. مطمئن باش، یا کشته شده یا سخت در عذاب وجدان است، یا یک جنجال بزرگ دیگه برش پیش شده، یا در فقر و بدبختی است که او زمان کارمند دولت بود، حتما یا فرار کرده در ایران یا زنش با کس دیگر رابطه گرفته. از این چند گزینه یکیش 100% است. و تو هیچ به گذشته فکر نکن. حالا که توبه میکنی و مادر خوب به فرزندانت باش و همسر خوب به شوهرت باش.
مشکل نداره. دختر خانم ها یک اشتباهی که میکنن نیست که ما مردم افغانستان بچه ها خوب واقعا نبودیم، خوب ندیدیم، مثل جامعه ما رقم بوده که رومانتیک باشیم. روز عاشقا یک زمانی ما که در افغانستان بودیم اصلا نه تحلیل بود نه دیگه کس روز عاشقا را نمیشناخت. نه امروز میشناسن. حالا یک کسی که روز عاشقا را نشناسه دیگه تو چی؟ به خاطر که بیا یک دمسون فیلم یک سوزنمایی بکنم، بسیاری از جان دل دوست دارن، خرابات هستن، اما امور روزای خاص امور بعضی نزاکت‌ها را نمیفهمن. شما دختر خانم برش بفهمانین. ایتونی به چی قصه قال مقاله که تو چه رقم سیوت رسی؟ مردا را با آرامی، نامزدتان به خوبی، خشونت و قال مقال سرشان بد میخوره. یکی او خلاص. اگر میخواین انتقاد نکنین به خوبی برشان بیان بکنین. عزیزم جانم، در روز عاشقا نامزد نرگس برش یک توفک آورد. اقا خوب اونو هر سال روز عاشقا تجلیل میکنن. این اول غیر مستقیم، باز دوم بگو که ما خوش دارم اردوی ما تجلیل بکنیم و این تو بالاخره او را یادش بده. نمیفهمن بچه ها، واقعا خیلی از بچه ها نمیفهمن. او بازو بچه هایی که میفهمن این جدی براتون بگم سوء استفاده گر هستن، آرامزاده هستن، تو چالاک هستن. این دمی کل منتظر هستن که در روز عاشقا برابر شوه که خرسک بخر، کاندوم بخر، ترامادول بخر، تابلتکا بخر، کل چیزایش آماده قرار. بازم دخترها خوش که این رومانتیک نه، او هدفش اونم چی کردن از دیگه خلاص. بر صورت تشکر از اینکه داستانت نگاشتی. داستان خودت هم پند داشت و همچنان راه حل هم داشت. امیدوار هستم پند انداز خوب داشته باشه. ببخشید که حرفای مگه پس و پیش میره. من شو بیخو بودم، در سفر هستم و این داستان رو ثبت کردم که در خدمت شما قرار بگیرم و شما بی داستان نمانین. برای همه شما آرزوی خوشبختی میکنم. برای کسایی که در حق دختر خانمان نامردی کردن و دخترایی که در حق پسرا نامردی کرده، توفیق و هدایت میخوایم و خداوند اونا رو برای درست هدایت بکنه و هم جزایشون رو بده کسایی که اشتباه بزرگ یا جرم بزرگ را مرتکب شدن. تا درودی دیگر، بدرود.